از اونجایی که زندگی ما آدما داره به سمت صنعتی و ماشینی شدن حرکت میکنه و خونه‌های ویلایی دنج و قدیمی جاشون رو به آپارتمان‌های کوچیک و جمع و جور میدن، عملا فضای سبز ما هم داره از بین میره. به همین دلیل ارتباط ما با محیط طبیعت بیرامون داره قطع میشه. حالا ما میتونیم با انجام یه سری عوامل این محیط طبیعی رو داخل خونه‌هامون فراهم بکنیم. سلام، به اولین ویدیو از چنل گلسر ایاس خوش اومدین. امروز قرار راجع به تاثیرات نگهداری گیاهان در زندگی ما آدما صحبت کنیم. اصلا همین کار سخت نیست. ما میتونیم با نگهداری چند تا گل گلدون ساده اون حس طبیعت، تراوت و شادابی رو به خونه هامون هدیه کنیم. این رو هم بگم که گیاهان تاثیر مستقیمی روی روح و روان ما انسان ها دارن. شاید برای شما پیش اومده باشه که وقتی به طبیعت میرید حال دلتون عوض میشه، حس بهتری پیدا میکنید، به یه حالت ریلکس دست پیدا میکنید. دقیقاً گیاهان همون کار رو با ما میکنن. در واقع فضایی رو برای ما تداعی میکنن که ما فکر میکنیم عملاً داخل جنگل هستیم یا داریم توی طبیعت قدم میزنیم. پس با نگهداری چند تا گل گیاه ساده توی خونه هامون، توی محیط کارمون میتونیم حال خوب رو به خودمون تزریق کنیم. اما این رو به یاد داشته باشید که مهمتر از خرید گیاه جدید نگهداری از اون گیاهه. یعنی ما باید بلد باشیم که چطور از این گیاه نگهداری بکنیم. گیاهان هم مثل ما آدما جان دارن، احساس دارن و رشد میکنن و برای اینکه بتونن سوخت و ساز کنن نیاز به غذا دارن. ما غذای گیاهان رو فراهم میکنیم، از اونها نگهداری میکنیم و اونها هم اون حس خوب رو به ما تزریق میکنن. در واقع یک ارتباط دو طرفه بین ما و گیاه وجود داره. بیاین یه قولی به هم دیگه بدیم. از امروز اون حس و حال طبیعت رو داخل خونه هامون فراهم کنیم. ما که همیشه نمیتونیم توی طبیعت بریم، شرایطش رو نداریم، اما میتونیم طبیعت رو داخل خونه هامون بیاریم با نگهداری همین چند تا گیاه ساده. قراره که توی این کانال تمام تجربیات خودم رو در ارتباط با نگهداری گیاهان رو بهتون آموزش بدم. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید.